اینجا پرچم آذربایجان پرافشانی میکند. خط نوی مرز و آمدن نیروهای بین المللی در این دهه 80 نفری کشمکش ایجاد کرده است. مرز نو بر اساس سازش صلحی ارمنستان و آذربایجان تعیین شد که ماه نوامبر امضا کردند و جنگ خونین برای قره‌باغ کوهی را خاتمه دادند. سازش به این مغازه که صاحبش ارمنی است مشتریانی نو آورد. پاسداران صلح روسیه میآیند. آذری‌ها برای خرید نیامدند. تا حال ندیدم. اگر آمدن یگان چیز میفروشید؟ برای من فرق ندارد. مشتری ارمنی است، آذری و یا گرجی. سخنان او خشمی شوهرش را برانگیخت. اگر آذری ها بیاین خودم تیر زده میکشم، تو رو هم میکشم. خط مرز را با موجگیرهای نقشه‌کش دقیق کردند و از بین عاقل این جفت میگذرد. هر دو اینجا آذری ها را دیدند. با شیرینی و کلچه قند آمدن، ما با چای قند ضیافت کردیم، رفتن. آنها پرسیدند که میتوانیم بیاییم. من حیران شدم. به شوهرم نگریستم و گفتم بیایید. گفتند که ما برای صلح آمدیم. ما باید ارتش توانا و رهبران خوب داشته باشیم. آنگاه همه چی خوب می شود. ولی اگر مثل مرغ و گوسفند ضعیف باشیم ما را قتل عام می کنند. حالا 12 حولی در طرف آذربایجان مانده است و صاحبان ارمنیشان آنها را ترک کردند. تطیف جواهریان در این واگن بی آشپزخانه و حمام زندگی می کند. منتظری سرپناهی نو است. ما نمیدونستیم که احوالمان چنین می شود. در عکس حال چیز و چاره امان را می گرفتیم. و من در گوریز در 15 کیلومتری دورتر از اینجا خانه پیشنهاد کردن نگفتم. میخوام اینجا زندگی کنم. زادگاه هم اینجاست. این کودکان در سایه اسلحه و سربازان بزرگ می شوند. در نزدیک خرابه های تالار میراث شوروی بازی دارند که در جنگ ارمنستان و آذربایجان در سالهای 90 آسیب دیده است. ولی کلمه صلح همانو از دیوارش پاک نشده است.